و بعد با منقارش چالی رو ایجاد کرد، بعد اینطوری کشید، اون کلاغ مقتول رو برد تو چاله و خاک روش ریخت. بعد قارون مثل این که بیدار بشه گفت یعنی من عاجزتر از این کلاغم که برادرم رو بتونم دفن بکنم؟ شیطان اینطوری با عقل انسان و دل انسان بازی میکنه، وقتی که تو رو توهی میکنه و سرمایه ها رو ازت میگیره و ایمان و عقیده و تقوا و خدا ترسی رو از تو میگیره، ولت میکنه تنها. خودش موند با جنازه برادرش، خدا رو از دست داد، برادرش هم از دست داد، پدر و مادرش هم ناراحت کرد و خودش تنها شد. برادری بود در زندگی کمکش بکنه، خودش تنها شد و اینطوری جنازه برادرش و جسمان برادرش رو دفن کرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند بعد از قابیل هر کسی در روی زمین قتلی مرتکب بشه، اول گناهش به حساب قابیل میره، چون تا قبل از قابیل کسی نمیفهمید که کشتن یعنی چی. این کشتن رو در جامعه چه نهادینه کرد و کشتن رو در جامعه مد کرد و این سنت بد رو در جامعه چه پایه‌ریزی کرد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند هر کسی یک راه و روش خوب، یک کار خوب، یک برنامه خوب یاد مردم بده، بنیانگذارش باشه، بانیش باشه که مردم به این کار خوب تا قیام قیامت عمل بکنن، ثواب اول به حساب اون بانی و اون کسی این کار رو برنامه ریزی کرده، برای اولین بار اجرا کرده اون کار خوب که مردم قوی بشن و مردم خوب بشن و با برکت بشن. و هر کسی کار بدی هم انجام داد و رسم و رسوم بدی در جامعه پایه‌ریزی کرد، اول گناهش به حساب، حتی اگر خودش هم مرده باشه. علما میگن اگر گناه میکنی گناهی بکن که وقتی مردی گناهت هم بمیره. بعضی گناهان افراد مردن ولی گناهانشون هنوز زنده است. اگر گناه هم میکنی گناهی بکن که وقتی مردی بمیره و تاوانش تا قیام قیامت پس ندید. هر کسی مرتکب قتلی بشه تا آخر عمر دنیا، اول گناهش به حساب قابیل ریخته میشه، بعد به خودش گناه میدن، عذاب میدن. اما آیه بعدی خداوند میفرمایند اگر نفس یک نفر و جان یک نفر بیگناهو که نه مرتکب قتلی شده نه فسادی در زمین انجام داده بگیرید، مثل اینکه کل بشریت رو جانشون گرفتید، و اگر یک نفر رو احیا بکنید مثل اینکه کل بشریت رو احیا کردید. ما چیزی به اسم اسلام خشونت نداریم. اسلام بریست، اسلام بریست از این خشونت هایی که به اسم اسلام و آدم کشی هایی که به اسم اسلام و کینه توزی هایی که به اسم دین و اسلام و تکفیر هایی که به اسم دین و اسلام کل مسلمان ها رو دارن تکفیر میکنن. پیامبر حتی در جهاد به فرماندهانش گفته که وقتی وارد منطقه‌ای میشید که اونها کفارن، درختانشون آتش نزنید، چه درخت سایه‌دار چه ثمردار، خانه هاشون آتش نزنید، زنهای ضعیفه رو به قتل نرسونید. من این فیلم رو دیدم دیشب که چطوری بعضی زنها تو اون قسمت استقبال بود که مراجعه کنندگان میرفتن با نمایندگانشون ملاقات میکردن، چطوری میدویدن بعضی از زنها با چادرشون، با حجابشون، با دهان زیر صندلی و اسلحه رو سرشون گرفته بودن خالی میکردن. آدم این صحنه ها رو ببینه مشمئز میشه. یکی از چیزهایی که این همه قتل شیوع پیدا کرده این فیلم هایی است که نشون داده میشه. ما وقتی بچه بودیم از قبرستان که رد میشدیم طوری وحشت میکردیم که روی قبر رد نمیشدیم و حتی به ما میگفتن اگر اشاره به قبر بکنید باید این انگشت تو گاز میگیرید. بچه کوچک نمیرفت سر قبر نگاه تو قبر رو کنه. وقتی میگفتن یکی مرده همه وحشت میکردن. امروز وقتی اخبار میبینیم این همه جرائم قتل رو میبینیم در سوریه، در عراق، در یمن، در سومال، در پاکستان، در افغانستان
در همه دنیا جهان، خصوصا در جهان اسلام، این همه مسلمان کشی توسط مسلمان. خداوند بندگانش رو به 3 دسته تقسیم کرده، گفته هر 3 تا بنده منن. و منهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابق بالخیرات. درجه 1 و 2 و 3 گفته هر 3 تا بنده منن، هم اونی که سابق بالخیراته، هم اونی که مقتصده، هم اونی که چه ظالم لنفسه است. این که همه مسلمان ها و حکام و علمای مسلمان ها رو تکفیر کردن و کشتن و خونشون رو به هدر دادن و زنهای مسلمان ها به عنوان کنیز اسیر کردن و یسیر کردن و برده گرفتن و بعد فکر بکنن که به خدا دارن نزدیک میشن. اینها همه مرتدن. پیامبر صلی الله علیه و سلم یک مشرکی در میدان جنگ فرار کرده بود، یک صحابه با شمشیرش دنبالش تا رسید بهش، اینطوری افتاد، مسلمان شمشیرش گذاشت رو گردن اون کافر و مشرک، یک دفعه گفت لا اله الا الله محمد رسول الله. اون صحابه گردنش رو زد. بعد از اینکه شهادتین رو گفت، کافر بود، مشرک بود، بعد رفت پیش پیامبر تعریف کرد من یه مشرکی رو فرار کرد، رفتم دنبالش تا اینکه گیر افتاد، میخواستم بکشمش، از ترس کشتن و شمشیر من شهادتین گفت، ولی من کشتمش به خاطر ترس گفت. پیامبر خیلی ناراحت شد، گفت که اشققت عن قلبه، تو قلبش شکافتی، تو زمانی کشتیدش که این شهادتین رو نطق کرد، شهادتین رو به زبان آورد، تو دلش رو شکافتی که تو دلش ببینی که از ترس شمشیر گفته، کشتیش در حالی که این 2 تا جمله رو گفت. اگر مسلمانی چاقو و کارد و ابزار کشنده نشون مسلمانی بده، ممنوعه، حتی به شوخی، حتی به شوخی ممنوعه کسی چاقو و کارد و خنجری نشون برادر مسلمانش بده و اونو بترسونه. حتی حیوان حلال گوشت و پرنده های حلال گوشت، پیامبر گفته وقتی خدا اجازه داده اونو ذبح بکنید، حتما با آرامش اونو ذبح بکنید، نترسونیدش. ما بچه بودیم، نمیدونم بزرگان یاد میدن، وقتی میخواستن مرغ یا خروس ذبح بکنن، تو منطقه ما رسم بود که یه سیخی از درخت نخل میکندن، میزدن تو زبان مرغ، تو منقارش قفل میکردن که زبان بر نگرده. من خودم با چشم خودم وقتی بچه بودم دیدم، یعنی زنده زنده قبل از اینکه کارت بذاره حلقوم مرغ، یه سیخ نخل رو میکند چه میزد تو زبانش. ما نمیفهمیدیم. خب الان تو ذهنم میاد که اینا چه کاری میکردن. پیامبر گفته اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، اذا قتلتم فاحسنوا القتل، و اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته وليرح ذبیحته. حیوان راحت بذار، آروم، کارد تیز باشه، پشت کمرت باشه، جلو حیوان دیگر رو محکم به زمین نزن. اینا همه حس دارن، همه جان دارن. میازار مویدی که جان کش است و جانش جان دارد و جان شیرین خوش است. پس عزیزان ممنوع خشونت، ترسوندن مؤمنین تا چه برسه به قتل و کشتارشون و تکفیرشون. واقعا یک عمل جبان و کوری بود. خداوند مسببین و عاملین واقعی پشت پرده این مجرمین رو به سزای اعمالشون برسونه. بگید آمین. و خداوند امنیت و آرامش و آزادی و نعمتهای مادی و معنوی رو بر جهان اسلام سرازیر بکنه.
خداوند دشمنان اسلام را اگر قابل هدایتن هدایت بکنه، اگر قابل هدایتن هدایت بکنه، اگر قابل هدایتن هدایت بکنه، اگر قابل هدایت نیستن اونطوری که خودش صلاح میدونه و با هر اسلحه و برنامه‌ای که خودش صلاح میدونه اونها را قل و قم بکنه و نابود بکنه. خداوند پرچم اسلام را مرفرف بگرداند. خداوند مجاهدین خالص مخلص و حامیان و مربیان و زحمتکشان و دعوتگران و مبلغان و کسانی که واقعا در میادین مختلف دارن جهاد میکنن برای عزت این امت و این دین و نصرت فقرا و مظلومین و مستضعفین و مسلمانان، خداوند بهشون عزت و پیروزی و سربلندی بده. خداوند ما و شما رو در این ماه مبارک رمضان از مقبولین درگاهش قرار بده، از تقصیرات ما در بگذره. همه کسانی که دوستشون داریم خداوند اونها را همه غریق رحمت قرار بده، مردگان ما را مورد رحمت قرار بده، بیماران ما را شفای عاجل قرار عنایت بفرماید، مسافرین را صحت و سلامتی و تندرستی عنایت بفرماید، زندانیان را اسباب براءتشون فراهم بفرماید، حکام مسلمین را هدایت کامل، علمای مسلمین را هدایت کامل عنایت بفرماید. اللهم انا نسألك الجنة الفردوس وما قرب اليها من قول او عمل ونعوذ بك من النيران وما قرب اليها من قول او عمل. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. پروردگار ما از تو محبتت را میطلبیم و محبت کسانی که محبت تو را در دل دارن و محبت عملی که ما را به محبت تو برساند. پروردگار محبت خودت را و محبت دینت را و محبت دوستانت و بندگان نیکت را در دلهای ما از خودمون و محبت فقرا و مساکین و مظلومین را از خودمون و از خانوادهمون و از آب سرد خنک در روز گرم تابستانی هم عزیزتر و محبوبتر بگردان. خدایا نمرود نفس را در ما خرد و نابود بگردان و خلیل عشق را در ما زنده و احیا بگردان تا چون خلیل ابراهیم پا در آتش بنهیم و آن را گلستان بیابیم. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرین. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. موفق و مؤید و سربلند باشید در همه امور و شؤون، خودتون و خانواده محترمتون و فرزندانتون و همه کسانی که دوستشون دارید حسن الخاتمه و خاتمه به خیری نصیبتون بشه. التماس دعای خیر از همتون دارم. از برادرمون آقای سماک هم تشکر میکنم که این جلسه رو پخش مستقیم به کل جهان اسلام و کفر، به کل سراسر دنیا چه الان این پخش مستقیم به کل چه یعنی بیننده این برنامه امروز خودمون کل دنیاست، در آمریکا، در سوئد، در افغانستان، تاجیکستان. پخش مستقیم چه این برنامه از مسجد جامع توریان و یک تشکر جانانه هم از مردم خوب و دوست داشتنی و مؤمن و عزیزم در روستای توریان که ما الحمدلله دینمون هم موفق شدیم ادا بکنیم و از همه عزیزانی که از اقصا و ادنی نقاط منطقه تشریف آوردن. جزاکم الله خیر. موفق و مؤید باشید. اجماعاً صلوات محمدی غرا خط بفرمایید.